و داستانی با ما آشنا. سلام سلام، به هر مکانی محبت نواز. سلام سلام، به هر که اجر گذارد به ما درود درود. و ارجمندترین بی وفا سلام سلام، به هر که گوش کند شعر ما و یا نکند، به کل خلق زمین خدا سلام سلام. السلام علیکم، خوش آمدید به برنامه پرنده های مهاجر. نفرانی که پیوسته گوش میکنند آنها هم خوش آمدند. سلامتی بر دوام برایشان تمنا میکنم. بر نفرانی که بار اول شنیدند که این چه برنامه است و چه اینقدر درباره‌اش میگویند، دوگانه هایشان یا مردان رو جوره ها، کنی یک دینم گفته بار اول وارد شده ها را هم خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج بر سر. خب برنامه پرنده های مهاجر است. من با یک ذوق صمیمانه، با یک شوق و با یک سرور برنامه را حسن آغاز بخشیدم و میخواهم تبسم در لبان شما هم دائما هویدا باشد، دائما پایدار باشد. خنده هم درست انسان را تبابت میکند. یک تبسم زیبا تب و روح شما را دائما باریده کرده باشد. گفته تمنا میکنم. خب دنیا که به قنات پشه نمیارزد، به یک پری پشه نمیارزد گفتن، چرا برهم خوردن ارزیده باشد. به دنیا اوریان می آییم به لباس و از دنیا هم اوریان می رویم. بر داده های خداوند از روی شکرگزاری بها دادن خوب، اما سخت خرسند شدن که اینقدر دولت دارم گفتن نه ارزد. و نیز از گرفته هایش نیز آنقدر غم نخورد که گرفت، چون که چه خیلی آمدیم همین خیلی می رویم. متاع دنیا ناارزنده ترین است. تبسم ویپول است، رایگان است. مهر و محبت رایگان است. بعضی ها میگویند که حالا همه چیز پولکی شده است، یعنی رایگان نیست. حتی مهر هم، مهر مادر هم با فرزند پولدارترش مادر دگرگون مهر دارد. میگویند این دروغ است. اگر مهر در حقیقت باشد، مهر صمیمانه باشد، هرگز با فرزند پولدارتر بیشتر از با فرزند کم پولتر کمتر نمی شود. چون که از مادر یک بار میپرسند که کدام فرزندت را از همه بیشتر دوست می‌داری؟ مادر میگوید فرزندی که تا کلان شدنش از همه خوردش را، تا صحت شدنش بیمارش را، تا برگشت آمدن غریبش را، خلاص تا جان دارم همه‌اش را برابر دوست می‌دارم. دوست داشتن، محبت، مهر، این صمیمیت و صداقت تام در مادر خیلی بزرگ است و در من هم بر کل تماشابینان عزیز صمیمانه است. راستی همین شما را دوست می‌دارم، احترام میکنم، چون که وقت خیلی پرقیمتی خود را دریغ نداشته با برنامه ما هستید. قیمتترین دارایی، قیمتترین گوهر در دنیا همین وقت است، چون که وقت عمر است. انسان بعضا برای جمع کردن دولت و ثروت عمرش را صرف میکند، اما عمرش را صرف میکند، سلامتیش را صرف میکند تا که پولدار شود، ثروتمند شود، دارایی جمع کند، خانه، در، و وقتی که پیر می شود سلامتی را از دست می دهد. انا همین جمع کرده هایش را اگر کاملا فروخته پولش را به دست بیارد، هم سلامتی پیشینه، عمر جوانی پیشینه را پیدا کرده نمی تواند. عجب. خب امروز برنامه پرنده های مهاجر موضوع دارد که نه آنقدر سرور بخش است، هرچند من با یک شادی، با یک خرسنده برنامه را آغاز کردم. با خرسنده آغاز کردم چون که بازم دیده به دیدار شما رسیدن را پزمان بودم. اما برنامه امروزه ما نام گرفته ما وطندار یا وطن بیزار. چرا؟ خب وطندار یک کلمه گرم است، کلمه خوب است، خوش است، خوشمعناست، اما وطن بیزار نه آنقدر. مخالف این کلمه، برعکس این کلمه. چرا دو کلمه تماما مقابل معنا را با هم پیوستیم و گفتیم وطن داریم یا وطن بیزار؟ چون که نگرانی داریم، نگران هستیم از آن که تا رفت بیشتر تاجیکستانی عزیز ما یک وطن زیبایمان را، یک کوهستان خوشباد و هوایمان را گذاشته یک آزمی سفر به روسیه می شوند
و کمان در کم تاجیک پیدا می شود که همین که کار خوب، فعالیت خوب، درآمد خوب یافت، آرزو نکند که زن و فرزندانش را هم گرفته به روسیه بیارد. حتی اون نفرانی که در روسیه زن و فرزند، زن دوم هم دارند، فرزند هم دارند، اما باز هم کوشش میکنند از تاجیکستان اهل و عیال خود را، فرزندان خود را به روسیه گرفته برند. کوشش میکنند منزل و جای پیدا کنند، خصوصا ولایت های روسیه که بیشتر امکانیت فراهم آورده، زمین های بزرگ میدهد برای دهقانان، کشاورزان، با آنجا بیشتر میل میکنند. مردم دهات که با خواجگی دهقانی مشغول هستند، این بد نیست که با خواجگی دهقانی مشغول میشوند، در روی زمین جایی را آباد میکنند و میگن با خواجگی وطن جایی که آزارش نباشد، کسی را بر کسی کارش نباشد. اما نگران از آن هستیم که از وطن بیشتر مغزهای ملت هم میروند، مغز ملت فرار میکند. در 6 ماه همین آخر 44,000 نفر شهروندان تاجیک شهروندی روسیه پذیرفتند، شهروندی روسیه شدند. 44,000 نفر، این خیلی بسیار است. بعضا شهرک ها همین قدر اهالی دارند، یک شهرک اهالی شاید 2-3 دهه بزرگ همین قدر اهالی داشته باشد، که نگران کننده است. در 5 سال آخر باشد 200,000، 1 میلیون، از 5 تا 3 میلیون شهروند روسیه شدند. این حال آنهایی که در روسیه زندگی میکنند، این حال نفرانی که مرا گوش میکنند و در روسیه هستند، کنی نفری پیدا شود و گوید که من در روسیه زندگی میکنم، کار و فعالیتم خوب است، اما نمیخوام شهروند این کشور باشم. نه، همه آرزو کرده ایستادند، همه کوشش میکنند که شهروندی آنجا باشند. اما اگر گوید که شهروندی یگان کشور مترقی اروپا بودن میخواهی، با جان و دل ریزان میشوند. نه، نمیگویند. یک وطن عزیزی که کوههای سر بر فلک کشیده آسمان بوس دارد، دریاهای سرشار دارد، چشمساران آبهایش صاف و حتی جلوناک هم دارد که در شونه آفتاب نور میبارد. اینقدر یک وطن زیبا را، این وطن ناتکرار را گذاشته میروند. چرا در ما همین محبت، در ما احساس وطنداری کم شده است؟ چرا ما یک بار فکر نمی کنیم که همه ما برآمده رفتن گیریم، وطن با کیها میماند؟ حالی وطن چی می شود؟ آیا وطن ما را وطن دوستداران فراگیر می شوند یا نه که آباد شود، نامش ماند؟ این حال در دنیا کشورهای خیلی بسیاری هستند که از سبب کم به دنیا آمدن طفلکان یا از سبب بسیار رفتن مردمانش از این کشورها، اهالی خیلی تا رفت کم مانده ایستادند و بانگ خطر میزنند این گونه کشورها. من نمیخواهم که تاجیکستان عزیز ما هم تا رفت مردمش شهروندی دیگر کشورها را پذیرفته باشند و اهالی در تاجیکستان به حد کم شود. هرگز. خصوص اهالی اهل فرهنگ و سواد و معنویات، زیایی، نخبگان، دانشمندان، دانشجویان که سیله بر روسیه میروند، داخل میشوند، چون هم حق پرداخت، یعنی شرطنامه، مبلغ شرطنامه در دانشگاه های روسیه نسبت بر تاجیکستان خیلی تحمل پذیرتر است. خوابگاه ها خیلی شرایط خوب دارند. بعد ختم در روسیه کار پیدا کردن ممکن است شرایط بهتر است و بسیار دانشجویان کوشش میکنند همانجا بمانند. بسیار کوشش میکنند. در روسیه اول در 5-6 سال میدادند شهروندی را، حالا در 1 سال، دوم 1 سال میدهند. اگر صاحب معلوماتی عالی، صاحب کسب خوب و نفر باشد که صاحب تخصص باشد، دکتری خوب باشد، اکادمیک باشد، یعنی نامزد علم باشد، یا معلم خوب باشد که تخصصی عالی دارد، اینها را به چون و چرا روسیه قبول میکند و فوراً قریب که شهروندی میدهد. مقامات روسیه خوب درک میکنند که چی کار کرده ایستادند. آنها میفهمند که
نفرانی که با یک غایه مهم، با یک مغز پر، با درک و فهمش به دنیا میگن، اینها خیلی کم هستند. این گونه استعدادداران در دنیا کم هستند و به چون و چرا اینها را زود به شهروندی قبول میکند، چون که آبروی هر یک دولت از شمار عالمان و شاعر و نویسندگان و از شمار همین نخبگانش است. از کدام دولت مقابل مثلا یک ویروس، یک بیماری شدید، یک واکسین پیدا کرد، کدام عالمه پیدا کرد، همان کشور زود در دنیا نام پیدا میکند. یا خود انا بینید ورزشگران را در ازبکستان چقدر دستگیری کردن، چقدر بلندترین یک مقدار مبلغ و مکافات و خانه و حوله ها هم دادن بر نفرانی که در المپیاده توکیو در ژاپن رفتند و جاهای نمایان مدال طلا و نقره و برنجه گرفته آمدند. چرا؟ چون که آبروی کشور را برداشتند. از تاجیکستان ما نفره مدال نآورد، از ازبکستان در آسیای میانه جای اول. و اگر همین گونه ورزشگران در وطن دستگیری خوب نبینند و بر کشور دیگری رفته همان حجت هایشان را نشان دهند که صاحب چند مدال طلا هستند، فوراً بر شهروندی قبول میکنند. خب در جای اول در روسیه باید شهروندی قبول کرده ها شهروندان اوکراین هستند. چرا؟ اینها با جان و دل نه، اینها را مجبوراً هم خیلی شهروندی گیراندند. سرزمین هایی که از جانب روسیه اشغال شد شهروندانش را زود شناسنامه وضع کردند، اما تاجیکان خودشان با خواهش خودشان میروند و با رغبت زیاد هم میروند، میخواهند شهروندی گیرند. شاید عائله نباشد در تاجیکستان که یک یا دو نفر یا شاید کلی اهل خانواده شهروندی آن کشور را گرفته باشد، روسیه را، یا اینکه دیگر کشورهای در کشورهای خارجه دشوارتر است، به همین خاطر در روسیه بیشتر میروند. و حساب میانه در یک روز 174 نفر در یک روز تاجیکستانیان شهروند روسیه میشدند. خب از سبب‌های اساسی ترین همین پدیده چیست؟ دلیل مهاجرت تاجیک‌ها بر کشورهای دیگر این وضعیت بد اقتصادی، کمبودی درآمد، نبودن جای کار، نبودن شرایط کار، دستگیری کم و خیش آشنابازی در مورد قبول بر کار است که مردم مجبور میشوند به روسیه سفر میکنند و چون از آنجا دستگیری خوبه نسبت نوبگان دیده میشود، زود همانجا میمونند، باقی میمونند در روسیه کار کرده. خب گفتن است که مهاجران تاجیک در روسیه با سختی های زیادی مواجه میشوند. حجت تفتیش میکنند زود دیپارتاژ شده ها که خیلی بسیار هستند، همگان کوشش میکنند اول شهروندی قبول کرده باشند تا اینکه کارشان آسان شود. بعد شهروندی گرفتن دیگر شهروندی کامل حقوق همین کشور از جهت قانون، البته قانونا شهروندی کامل حقوقند، اما نه با برابری روس‌ها حقوق دارند. برابری روس‌ها حقوق ندارند، داشته باشند هم حمایت کردن نمیتوانند. خب واقعا مهر و محبت رایگان، تبسم رایگان، تبع خوش گرفتن رایگان، گفتیم لایک هم رایگان است. لایک را پخش کنید تا دانیم که شما ما را خوش پذیرایی میکنید، خوش قبول میکنید و برای آنکه بر نفر دیگر از دوستانتان همین برنامه، محتوای برنامه، برنده چی ها گفت، شنونده چی گفت، کی برآمد کرد، درباره چی حرف زد، کی گریست، کی تبسم کرد، کی شعر خواند، اینها را گفتن ضرورت ندارد. اگر یک تا لایک گذارید نوار زود پهن می شود و تماشابین زیاد می شود. خود از خود به طور اتوماتیک تماشابین زیاد می شود. برنده های مهاجر، ما وطندار یا وطن بیزار، چی باید کرد که مهر وطنداری را، وطن دوستی را در ظهور در باطن انسان بیشتر بیدار کنیم؟ چرا سیله می روند میخواهند بر روسیه روند و شهروندی قبول کنند؟ یکی از سببهایش هم این است که در روسیه هنگامی که شهروند شدند برای فرزند یکم مبلغ خیلی خوب
و تا 3 سالگیش باز کمک پول برای نفرانی که دوم فرزند به دنیا آوردن الکی منزل میدهد. الکی پول مبلغ داده روسیه باز هم بزرگتر می شود. نمیگویند که از کشوری دیگر آمده با برابر شهروندان خودشان. با روسیه چی فرق دارد که آنجا ملت تاجیک آمد یا ملت غیر؟ مثلا در آسیای میانه نه آنقدر کشوری بزرگ است تاجیکستان، اما حتی قزاقستانی که کلانترین است، میگویند آسیای میانه و قزاقستان، حتی قزاقستان را علاوه نامبر هم میکنند، با درجه تاجیکان بسیار شهروندی قبول نکردند. در ازبکستان هم دیگر کشورها هم تا با درجه تاجیکان شهروندی قبول نکردند. واقعا خواهید که اینقدر تمام موضوع را برنده بند کرده گپ نزند، میتوانید برای فکر خود را بیان کردن انگشت نهید بر همین لینکی که گذاشته شده است اینجا و وارد برنامه شوید. خب با چهره خود پشت یگان گل یا چیز دیگر برآمد کنید، نام و نسب خود را یا تخلص خود را نوشته برآمد کردن میتوانید. خب علیک سر کردن، سلام علیک. خب نوشتن را آغاز کردن. اگر سخن پر محتوا پر مضمون وابسته همین موضوع باشد البته قرائت میکنم، و اگر خواهش باشد درباره برنامه‌های من بعد موضوعهای باشد پیشنهاد برای برنامه من بعد البته اجرا میکنیم و برنامه را ادامه میدهم. طریق واتساپ، طریق ایمو هم زنگ زده با این شبکه‌های اجتماعی هم با ما گفتگو کردن میتوانید. اکثر آنها که تلاش میکنند با خانواده هایشان برای کار و زندگی بر روسیه کوچ ماندن میگویند که شهروندی روسیه به آنها امکان میدهد که از امتیازها یاریهای حکومت بهره ور شوند که این حال گفته گذاشتیم و در تاجیکستان که این گونه امتیازها نیستند، نیازهای آنها برآورده نمیشوند. 1 تا فرزند، 2 تا 5 تا 10 تا دوره از جانب کشور یگان که دستگیری دیده نمی شود. اگر کارمند سمت معارف یا تندرستی باشد، تا 3 سالگی یک مقداری معین خیلی مقداری کم مبلغ می دهند، اما این بعض راهگیرای همان مادر و فرزند را تا هر یک امکانی کودک میرساند و کفایت. به همین خاطر آنها باز هم عازم روسیه میشوند، باز هم در آنجا شهروندی میگیرند و همین روند رفته شهروندی گرفتن که بیشتری نوبگان، زیایان، دانشمندان، دکتر خوب، معلم خوب، کارگری خوب، کاسب خوب میرود، کندکار خوب یا رنگ و بارچی خوب میرود از وطن و همین روند پیامد ناخوب دارد که فرار مغزها میگویند. فرار مغزها ادامه دارد. این موضوع را در روزنامه فرش هم، رادیوی آزادی هم خیلی بسیار نوشتند. فرار مغزها ادامه دارد و دوام سالهای 2015 2020 نوشته بودند 300 نفر بهترین اهل قلم بر روسیه کوچ بستند. در کشورهای اروپا هم کم نیستند. برجسته ترین اهل قلم که ما داریم شاعران و نویسندگان و افسوس که آنها در همانجا ماندن را بهتر میدانند، چون در وطن خوف بر آزادیشان هم هست. به همین خاطر همانجا میمانند. افسوس، خیلی باز هم افسوس که خوف احساس میکنند. واقعا یک شعره که آماده کرده بودم که برای از وطن نرفتن تاجیکان میخونم. گفته کجا میروی از وطن هموطن نام داشت. میخونم برایتان، فراموش نکنید، وارد شوید. چرا شما شهروندی روسیه شدن میخواهید؟ چرا بر وطن برگشتن برایتان دشوار است؟ در وطن اقربا، یار، دوستان، همسنفان هستند، به هر حال همسایه های خوبتان هستند. در وطن دوران به آلایش و به غبار کودکیتان مانده، دوران جوانیتان مانده. شما این همه را می‌فرمایید پیر عقل از ما و درد نان مقدم رفته است. در فشار کوچه های گندم آدم رفته است
باز هم فشار کوچه نان پیدا کنه از وطن بیرون کرده. خب کجا می روی از وطن هموطن؟ زی ظلم زی حد رفته اهریمن، بداد آمده کودک و مرد و زن، نداری دیگر چاره زیستن، کجا می روی از وطن هموطن؟ قطار تو مغز وطن می رود، همه گونه زحمت کشیده زیان. قطار تو مغز وطن می رود، بسا فرد نغز وطن می رود. زی بعد تو حال وطن چون شود، کجا می روی از وطن هموطن؟ از این حال دوران بعد الامان، همه گونه زحمت کشیده زیان. نه کار و نه بار و نه حال و نه نان، کجا می روی از وطن هموطن؟ یک اولاد میهن فراگیر چرا؟ روی از وطن به خواطر چرا؟ وطن با کی میمانی آخر چرا؟ کجا می روی از وطن هموطن؟ چرا می روید از وطن هموطن و چرا آنجا ابدا میمانید؟ یک قانون بود که اقلا کارمندان نهادهای حفظی حقوق، امنیت کشور، شعبه کارهای داخلی، حقوق گرفتن شهروندی یا در کارمندان مقامات قدرتی حقوق شهروندی دیگر کشور بودن نداشتن یا از کشور غیر آمده در مقامات قدرتی کار کردن را حقوق نداشتند. اما هنگامی در روسیه 4 ماه زندگی کردم، سال 2017 و 2018 از نوامبر تا فوریه سال 2018 از 17. عجیب این که اونجا کارمندان امنیت هم شهروندی روسیه را داشتن، شهروندی روسیه بودن. کارمند امنیت تاجیکستان شهروندی روسیه. قانون کجا شده بود؟ خب فرار مغزها گفته چی را میگویند؟ فرار مغزها این یک پدیده گسترده تحصیل کرده ها و دانشجو و دانشمند که از یک جامعه به کشور دیگر از روی به خاطر کمبودی موقعیت شغلی می روند، درگیری های سیاسی نظامی، خطرات جانی که رخ می دهد می روند. مثلا در وطن جوانان فعال که درک سیاست دارند در سر، فکر کرده می توانند، هر کار فرمایی خوب گفته سرخم کرده نمی توانند. فلانی را پرستش کنید، فلانی پیشواست، فلانی بعد پیشواست، بعد از او پیشوا خواهد بود، این به اینها سر باید فرارید را جواب میگویند چرا؟ مگر ارزنده دیگر نیست؟ این گونه نفران در محیط وطن تنگ میآیند. برای این گونه نفران نه به سوالشان جواب هست، نه حقوق سوال چون این گفتن دارند که خطر جانی حس می شود نسبتشان و حتما به مشکلات زیاده در تاجیکستان روبرو می شوند، فرار می کنند. فرار مغز می گویند اینها را. برای مثال انا سرنوشت زید سیدوف که صاحب کار ورزیده بود، استراتژیک می گویند، یک تحریز بهترین در راه تجاری بود، در راه آبادانی بود. خب یا مثلا مؤسس حزب جدید تاجیکستان نو بود که این حال در زندان است. این حال در زندان خیلی خیلی از صاحب مغزان هستند، صاحب عقیده ها، صاحب فکران، گوناگون اندیشان هستند که میتواند وجود آنها در جامعه باعث پیشرفت خیلی بزرگ باشد، باعث نفوذ وطن عزیزمان در عرصه سیاست هم در عرصه اقتصاد هم باشد. اما افسوس که زندان گویا یک دیوار برداشته که یک طرف این گونه نخبگان را پنهان کرده تا طرف دیگر سرفرود آوردگان باشند و صدا بلند نکنند. در بین مردم خیلی نفرانی هستند که میفهمند و آرامند. پس حیات، زندگی در جاده مذکور مجبور میکند که آرام باشند. بزرگمهر یارف یک نفر دیگر وکیل دفاع است و خیلی از نفران حتی برای یک لایک گذاشتهشان در فیسبوک
روانای زندان شدن که افسوس افسوس. لایک زیر یوتیوب نه، اینجا لایک گذارید. من گفتن که در فیسبوک لایک گذاشتن، لایک اینجا گذاشته شما با نام و نسبتون نمیبراید. به خاطر لایک ماندن گیرید تا که نوارا بیشتر آدمان تماشا کنند. من به حد بسیار حرف زدم به فکرم. شنونده عزیزی ما باشد آرام است. این حال تماشا میکنند ما را، کم نیستند و کم هم هستند. از همین 44 نفری که تماشا میکنند مگر نمیتوانند نفر برآمد کنند و گویند در باب موضوع که چه سبب شده که مغز ملت فرار میکند، نغز ملت فرار میکند، از بغض ملت فرار میکند، یعنی از دشمنی نسبتشان فرار میکند. نه فقط دشمنی، از نارسایی اقتصادی و اجتماعی و از این همه جاده ها. ماه اوگوست بعد 2 هفته رسا مکتب آغاز می شود. مکتب آغاز می شود. گفتم ما وقتی کودک بودیم خرسند می شدیم، هر روز لباس مکتبی خریده ماندهمون را می گرفتیم می پوشیدیم، باز تخت کرده می ماندیم، یا هر روز چندین مراتبه گرفته تماشا کرده می ماندیم. کیسی و 1 اوگوست می شود که بر مکتب رویم، با مکتب رویم. اما این حال تا رفت مکتب نزدیک می شود، خیلی از خانواده ها بسیار غمگین می شوند که سال تحصیل نو آغاز شده ایستاده است اما هنوز هم آماده نیستند، نه اشیای خانش تیار، نه لباس مکتبی آماده شده است، چون که مبلغ هم نیست. در بازار گرانی است، گرانی نباشد هم ارزانی، در حال ارزانی بودن هم مبلغ نیست. شکمی فرزند را سیر میکنی یا لباس مکتبیش را میگیری، اشیای خانشش را میگیری، دفتر، کتاب درسی از مکتب میدهند، باز کتاب هایی که خیلی اشان موافق برنامه مکتبی نیست باز باید از بازار گرفته باشد. انا همین گونه یا از مکتب میدهند تا درجه دریده و فرتود شده که دیگر امکان خواندنش دشوار، باز هم باید خرند. و انا همین گونه تشویش ها، غمگینی ها، باز هم پیوسته زنگ زدن ها بر ددجان ها، بر روسیه پدرجان ها و پول فرستید مکتب آمد کودکان لباس ندارند گفتن ها. همین حالت ها مجبور میکند که بر روسیه روند. در روسیه به هر حال تحصیل هم در مکتب خیلی ساده تر است. ساده تر به چه معنا؟ از جهت اقتصادی دسترستر است. لباس ها هم کتاب ها هم که از جانب دولت داده می شود. ما اینقدر خود را فارس هستیم، گفته سری بلند برداشته میگویم، درست بایشی سربلندی من هست، اما در مثلا کشور ترکیه هر سال کتاب را رایگان میدهند بر خوانندگان و در آخر سال تحصیل جمع کردن نمیگیرند، میگویند هر یک کتاب برای شما، محض برای شما چاپ شده. و سال آینده در کتاب ها باز برنامه های نو و نو، باز هم موضوع های جدید وارد می شود. کتاب های هر ساله از پیشینه‌هایش دائما فرق کرده می ایستد، یعنی برنامه تعلیمی را تا رفت پیش می برند، نو می کنند. در ما املا نو می شود، کتاب همان کتاب کهنه. طالب علم نمیداند که با املای نو چگونه از کجا آموزد، در حالی که در کتاب خوانده ایستاده‌اش دیگرگون نشان داده شده است. انا همین طور. خب از موضوع کمی بیرون رفتیم. خب روشن نوشتن زبانت گویا باشد خواهر اسلامی من، بهترین تشکر. روشن امید جان نوشتن تشکر گفته. صبر السلام علیکم. و علیکم السلام. ما وطندار رحمانوف بیزاریم نوشتند در کافیه نام موضوع. ما وطندار یا وطن بیزار، وطن بیزار نیبو. خب خیر، پاستون دنیا نیست میگذرد. اشرف غنی کجاست؟ حتی پولهای جمع کردهش را که از بودجه دولت بود شاید گرفت، ماشین ها را پر کرد تا چرخبال رفت، بعد چرخبال همش نگنجید، بسیاریش را در فرودگاه پرتافته رفت. نصیب کرده باشد میبرد و برده هایش هم نصیب کرده باشد استفاده میبرد. پول بسیار داشته باشه و سرک از این کشور به آن کشور روی و
حتی همانهایی که یک زمان همکسبت بودند و دست پیش بار گرفته جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغان گفته مهمانداری میکردند، دیگر قبولت نکرده باشند. این پول چه لازم؟ پول بسیار باشد و آبرو کم باشد. برعکسش باشد بهتر است. برعکسش باشد بهتر است که من نمیدانم که بزرگان ملتی ما اهل نظم و نثرش را بیشتر میدانم از رودکی بزرگوار سر کرده تا امروزه شاعران. از کجا دانم که در خانهشان چقدر پول و ثروت و دولت دارند؟ اما من میدانم که اینها آبروی و نفوذ و یک نام جاویدانه دارند، نام باقی دارند در دنیا. لالا ترک نوشتند: سلام علیکم سایمه جان شیرین، سخن آوازتان خسته نباشد خواهری عزیز. تشکر لالا ترک. لالا و پی پی همین خیلی فیلم تصویری داشتیم در کودکی، خیلی دوستش می داشتیم. ما وطن دار یا وطن بیزار، چرا وطن بیزار شدیم؟ در عقبه های همین وطن عزیزمان، در عقبه راه دوشنبه چناق است که از دوشنبه می براید، از ورزاب آغاز کرده تا کوهستان شهرستان منظره های هست که شاید در کشورهای متنقی این گونه منظره ها را بر ساحه سیاحی رواج بخشیده و یک بنیاد، یعنی فوندامنت را بنیاد میکنند، یک فوندامنت مستحکم گذاشته در ساحه سیاحی. یک خودی از همین راه ورزاب تا شهرستان میلیاردها سامانه درآمد گیرند، چون که منظره به نهایت نوتکرار و زیباست. دل کوه را شکافته آنجا راه گشاده‌اند. واقعا سیاحان خارجی وقتی آمده میبینند یک بار میفرایند همانجا، هنگام وارد شدن بر عقبه رسم میگیرند همه جا را، بعد وارد میشوند. اینقدر مأخذ های تاریخی، اینقدر مقبره های تاریخی که ما داریم، حصار، مثلا قلعه هایی که تاریخی که ما داریم، قلعه حصار، قلعه هم و دیگر و دیگر داریم. واقعا کشورهایی هستند که در افسانه ها، در خوابهایشان شاید ندیده باشند این همه موضع تماشا باب را. افسوس که همین یک ساحه‌ای که میتواند تاجیکستان را سراپا تامین کرده باشد درست راه اندازی نشده، ساحه سیاحی. خب گپتان حق است اپا نوشتن طاهر جان خالقов. طاهر جان اگر وارد شده بر همین لینک زیر برای اشتراک در برنامه گذاشته شده، اگر این همه را با سخن گوید باز هم بهتر می بود. ببینید من 32 دقیقه حرف زدم باز. خب محمد دخالت به حقوق انسان ممکن نیست. سوال دادین؟ خب دارم، بله دارم، البته فرزند و نبیره هم دارم، اما ممکن نیست که برنده وقتا که برای جمعیت خدمت میکند دیگر انسان جمعیتی است، باید فکر و ذکر و فقط جاده جمعیت در مغز او باشد، نه شخصیت. ماده 5 سرقانون کشورمان هم همین جاده را گفته که حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق فطری انسان دخل ناپذیر هستند. خب برای برنامه زیبا تشکر گفتند سفرجان نازیمов. خب باکی نیست دادرم محمد، نام زیباست. محمد با 4 حرف نوشته و با 8 حرف خوانده می شود. بینندگان عزیز، تماشابینان گرامی قدر ما، برنامه پرنده های مهاجر ما وطندار یا وطن بیزار نام گرفته. بینید یک وزن عجیب دارد، ما وطندار یا وطن بیزار، وزن زیبای شعری گرفته. هر نفره در برنامه من بعده در همین ما وطندار یا وطن بیزار شعر هم می نویسد، در برنامه من بعده می خوانیم، چرا که در وزن خیلی زیبا فرامده. و در برنامه من بعده البته هر یک شعرهایی که در باب برنامه، موضوع برنامه یا در موضوع خریبه نوشته اید و ما پیشنهاد کنید میخوانیم. البته خواهید زیر همین نوار بعد در یوتیوب پخش کردن گزارش شعرتان را، و اگر خواهید در شبکه اجتماعی فیسبوک در صفحه
پرنده های مهاجر گذارید. البته میپذیریم و در برنامه خواهید خوانده زیر نوارها تهیه کرده میگذاریم. خب میتوانند حرف زنند مادر مرحمت. اولین شنونده ما، اولین اشتراکچی در برنامه ما هستند که مستقیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. شما نفس سلامتی و نه؟ البته خدا را خرسند هستیم. خب مادر جان بفرمایند دایره موضوع مثلا. آیدی موضوع چی بود؟ نفهمیدم. در اومدم که وطن بیزار. چرا تاجیکان خیلی بسیار میروند یک موضوع در رفته ایستادن شهروندی روسیه قبول میکنن، کوشش میکنن بیشتر باشن. آخی در وطن کار نباشد چیکار میکنی؟ در آن وطن ایستادن کار نباشد، پول نباشد، البته وطن میگریزی و در روسیه مثال در شهر بیگانه ما یک خیلی نرز و میکنم. من راستی گپ چی ندارم، همی در وطن بیگانه یگان کمبودی ندارم، برای اینکه در وطن بیگانه هم که باشم ما نفس با ما نفس بای میکنم صحبت میکنم. ممکن که ما 20 سال باشد زندگی کنیم در همین شهری غریب، خانه خود ما داریم، پاسپورت روسیه داریم، ما بیزاری وطن نیستیم، بیزاری تاجیکستان نیستیم، لیکن در تاجیکستان هیچ کی نموند. در اون برنامه تان من برای مادرم کمتر پش شدم، راستی گپ گیریستم گپ زدن نتونستم. برای مادرم من بسیاری بد میگیرم، برای اینکه من در وقتی که بیمار بودن اونو من نبودم در پیش مادرم، مثال نابود شدنم نبودم، برای از غم مادر کورم شدم، از نابینا هم هستم. اوی من میشد در وطن هیچ که یک بچم قطعی ما همینجا در شهر غریب بچم نغز میخوند، مکتبی نغز ده باباهای علام میخوند. خدا با شکر خیلی زندگی رفته ایستاده. بله شکر خداوند. در وطن اگر آبرو و نفوذ و یک مناسبت و آداب معاشرت با دیگران اگر خوب داشته باشه، هر کجای میروی باعث همین گونه حالت میشوی، بچار با همین گونه حالت از خودی آدم هم وابسته است. ملت بد نیست در دنیا. ما همسایه‌مان ما در یک دام یک تا توجیک من زندگی میکنم. عمیق آدمای ناز همسایه‌مان آدمای بسیاری بد، آدمای خوبن. پنسیونی رو میشینن نگاه میکنن، ما چه خیلی میبرویم میداریم. даже همین بچه من بای میخورن که такой у него такое воспитание, میگن она хорошая, что он помогает тебе во всем. ما بازار ده میشنیم، بازاری همین پیش خانه ده سودا میکنیم، مغازین داریم، بچه قطعی سودا میکنیم. انا عینا همین حالت در کراسنایارسک روزهایی که پیرانسالانی که در نزد همان دروازه ورودگاه همان آشیانه بلند نشستند، 9 ایتاژ بود و 9 آشیانگی میگفتند که این خیلی خلق با آداب هستید، سلام علیکتان کندنی، سر و لباستان. یگان بار ندیدیم که نفری از شما بدمست وارد شده آمده باشد، نشنیدیم که حقارت از زبانتان بیرون شده باشد. درست هوس میکنند بر ما. افسوس که این همه تعریف و تصنعی که از کشورهای دیگر میبینیم در وطن قدر نمیشود. درست. من حیران میشم که همین بچه‌هایی که برآمد میکنن در همین و یا من همین دیگر برنامه ها میگوین که تاجیک قدر ندارد. نمیدونم در همین شهری ما خیلی نیسته، ما چشم ناز قطعی نگاه میکنن، ما قدر نداریم. ما
ما همچون حیوان بودی نگم نه این خیلی این شهری ما زندگی میکنیم ممکن که این خیلی مسکو ده باشد لیکن در همین شهری که ما زندگی میکنیم در مکتب هم بچه هم میخوند نغز معلمه نغز مودا یردم پولی میکنه من مادری تنها بودگی من پسابی میگیرم برای بچم پولی نغز میگیرم یردم پولی گرفتم 10,000 روبل من به قریبی یردم پولی دادن و از مکتب کشور بیگانه دادن. آفرینشان. من مادری تنها در شهر غریبم باشم من تنهاگی من ناراحت بودگی من حس نمیکنم برای اینکه من در خونه که خودم زندگی میکنم خونه خودم من کوارتیر است من نمیکنم من لگوت است مکتبگی طرح دولت که من کاغمات دینوچکا نکام تیم برای کمونالیم من هر ماهی برای بچم پول میگیرم مکتب بچم 3 وقت خود میخورد روزی که نمیخورد 1 هفته می یا 2 هفته می نخورد اگر پولش ابرد که من بای پول سپردگی نیستم من مکتب ده پولی همو مکتبه همو پولی که بچه من خورد نمیخورد همین 2 هفته ده ابرد میگردونن میتین همو پولا که من بای پول نسپردیم اونا ابرد نمانده همو پولا میگردونن. بهترین است. بهترین خواهر جان. و بعد از همین برآمد شما با چقدر شنونده میخواهد شهروندی روسیه را گرفته باشد؟ بهتر نیست. بله همین در وطن کار نیست آخی ما میخواستیم در وطن کار کنیم لیکن نمیشد من کار میکردم لیکن 150 سومن چی پولای آخی 150 سومن میگرفتم و هیچی نمیشد سویت میدادم تمام پول سویت میشد. بله تصور کردن غیر امکان است که 150 سومنی را خواهره که مسکو ده بودن اونا مسکو ده هوا یردم میکردن و من پدیشکا میکردن با اویلکی که من کار میکردم هیچی بود و هیچ اویلکی هم نبود. بله میفهمم. برای اینقدر در تاجیکستان زندگی قین شدگی راستی گپ من آدمایی که فهمن آدمایی که گوین که این حقیقت دارد لیکن خیلی آدمان میگوین که نه این نادرسته اینه که خیلی من که تاجیکستان و بیچاره پچخ شد رفت هیچ هم نموند که همین بله باعث تأسف در تاجیکستان این گونه نه شرایط کردن ممکن است امکان هست یک تاجیکستان خورده کک داریم که آنقدر به پهنا نیست این گونه شرایط ها رو مهیا کردن ممکن است آنقدر لعل و آنقدر گوهر و آنقدر طلا و نقره و که تاجیکستان دارد آنقدر الومینی که تاجیکستان دارد کشور خودمان را گل شکوفاندن ممکن است اگر این همه را بر نظر نگیریم هم یک خود ساحه سیاحی میتواند تاجیکستان را تا بلندترین قله ترقیات برد اما کاربر درست نیست در کل جاده ها غیر اهل همان جاده فعالیت میبرند در بهترین کادرهای هستند که میخوانند صاحب کسب میشوند صاحب استعداد خوبی هم هستند اما در منبرها در کسب‌های خوب در کرسی رهبریت مثلا نمیتوانند جا گیرند چون که آنجا با آشنابازی جا کردن دیگران را تصادفی هستند همگی درست میگه جان راست این راست بهترین همش کارگرای خودش کار میکنن و آدمی که میخوند مکتب با بهای علا و کار یافته نمیتوند و آدمی نخوندگی کار میکند و آدمی خوندگی با بهای علا نغز میدوند فهمیشش نغزه و آدم کار نمیود در وطن برای اون بیچاره همشون کاری وزبی نمیکنن چی کار کنن دیگه در همه شهر غریب هم باشن درست میگه خواهر جان بسیار خوب بود صحبت جالب بود
و کاملا درست گفتید. آنچه در روسیه شرایطی که مهیا کردن در وطن عزیز ما افسوس که نمی کنند و به همین خاطر هم مردم سیله سیله می روند به روسیه، به خاطر خودشان نه، آینده فرزندانشان می روند تا که تحصیل کرده باشند. در روسیه کم نیستند تاجیکانی که صاحبکاری موفق هستند، اونجا تا درجه عالمی هم رفته رسیده ایستادند. درست است. تشکر برای زنگتان خواهر. با ما باشید، همیشه پیگیری برنامه ما باشید. میگویم رحمت کلام در امان الله باشد. از شما برای برنامه خوبتون الله نگهبان باشد شما. بله، در پناه پاک سبحان کریم شاد باشد عزیزان حلیم. خب یک لауریت مکافات نوبلی هست، یک عالم ژورج آلفردوف. من از تنظیمگری برنامه میخواستم گفته همین عالم را گزارد. این لауریت مکافات نوبل ژورج آلفردوف چی گفته؟ نگرید چی گفته است. من همیشه گفتم که تندرستی، معارف و علم باید از بودجه دولت تامین کرده شود. اگر دولت این مسئولیت را به دوش ما گذارد، بگذار این خیل دولت از بین رود، آنگاه برای ما خیلی آسانتر خواهد بود. دولتی که برای مکتب خواندن پول میدهید، از سایه علم پول کار میکنند. دولتی که اونجا برای علم آموختن، در جاده علم کار کردن پول میدهید، برای در جاده تندرستی، در سایه تندرستی پول میدهید، این گونه دولت بگذار از بین رود گفته. این عالم است، مکافات نوبل گرفت، لوریت مکافات نوبل است و گفته که تندرستی و معارف و علم باید از بودجه دولت تامین کرده شوند. پیشرفته ترین دولت ها جاده تندرستی و تعلیم و فراگیری علم را از بودجه دولت تامین می کنند و موفق هم شده هستند. از دروازه مکتب قدم میگذاری، بسم الله گفته، سر می شود پول مکتب، پول جارو، پول ستیل، پرده، رنگ و بار، تعمیر تا آخری مکتب، پول تعمیر مکتب، پول تعمیر روی حولی مکتب، پول تحصیل، پول هر ماهه آموزش. و افسوس که این پول بیار گفتن ها درس را فرا میگیرد. وقتی درس میماند، ایما نفری از ایما زنگ میزند، مرحمت. الو، از ایما هم از واتساپ هم پیوسته ممکن. بله برادر، یاد داده هستید، گوش میکنم شما را. السلام علیکم پسریم. و علیکم السلام. بابت موضوع. خب موضوع امروز چی بود پسریم؟ ما وطندار یا وطن بیزار؟ چرا تاجیکان سیله میروند، پرنده های مهاجر شده و در همانجا باقی میمانند، دیگر هجرت نمی کنند. مهاجر نیو پرنده های دائمی میشوند. موسم نیو در روسیه، تاجیکستانی گرم و آفتابی را مانده در روسیه خنک جاگیر شده میگیرند. چرا؟ انا اپا مخم همون مهاجر دائمی شدگیم، پاسپورت رسمی گرفتگیم، در مهاجرت میرفتن. اویلوی رفتن. خب و همونجا تا با آخر ماندنی هستید؟ نه تا آخر، که در شهر مردم راستیش سودانی هم نیستیم. آخر دیگه نشینایده 2006 راستیش اومدگیم، 18 ساله دوینه اومدادیم. فکر کنیم که از 3 سال کار مهاجرت در کار میکنیم، میریم وطن آباد میشوه. نه که روز و روز بدتر شده، بهتر نه. درست است، بدتر است که دیگه آخر در پاتین میبینم. بله دیگه در پاتین پلاتید که ایشا پلاتید که اوشا پلاتید که دیگه راستیش چی نشید. دیگه گفتیم امولو که بهتر جمع پاسپورت شو بگیریم، خطیه با فایده نمیشه به زندگی ما. دیگه همی قندگاه که هستیم و روز و روز بدتر شده است، بهتر نه. این ما 4-5 برادریم، یک خدم وقت می اومدم
با زندگی با مشکل تر شد، با دیگه برادر اومد، با دیگرش اومد، و راستش همه ما اونجا کار کرده سیم، همون طرف یلی زندگی کردیم. روز روز میفهمم. تین شده است دیگه. همی که خلاصا دوامه که فقط تو در وطن تین شده نه، همین جا زندگی کنیم. مقصد نیست سر وطن میریم. وطن از خون نافمان ریخته. آنجا ما چشم بر دنیا کشادیم. دوستداریش ایمان است میگوید. زیباست وطنمان، آفتابی است. همان شهد میوه های تاجیکستان رو من در یگان جای نچشیدم. شیرینی سیب تاجیکستان در روسیه نیست. میبرند، از همه جا میبرند، اما اونجا تماما دیگرگونه است. رنگش هست، بویش هست، حسنش هست، اما طعمش نیست. تاجیکستان برین شهد میوه هایش را، مزه طعم شیرین آبش را. افسوس که شرایط زندگی ندارد برادر. درست شرایط زندگی نیست. اگر این پاسپورت میاره چی میکنیم؟ پاسپورت میاره اگر قدر میداشت همه عزت امان همینجا نمیبردنش. درست است، بله قدر میداشت. اما یک سوال به میان میاد، آیا یگان نفری هم پیدا میشده باشد که شهروندی تاجیکستان را گیرم گفته تلاش کرده باشد؟ یگان نفری باشد اینقدر کشور افسانوی زیبا اما در آنجا زیستن را آرزو کند؟ عجب این که کم است، نیست قریب که تمام تاجیکستانیان را اگر پرسید که شهروند روسیه شدن میخواهی، بله میگویند. شاید 90% بیشترشان. افسوس که چنین است. همین بله همین. بعد هم یه چی را ما گفتنی بدم که در این موضوع موزینه نیست. ما راستی چند قشید دیگه کانال را نمیخواستم گپ بزنم. در محمد اقبال در یا در حسین اشرف نمیشود در اون زیاد گپ زدن زنگ زدن نمیشود. اجازت باشه اگر من مراجعه داشتم. همین کرونا ویروس همین مردم در همین کرونا ویروس همین مردم چی میکنن؟ همین طرفی حکومتی ها میگن ما در کرونا ویروس کمک کیم چی کیم دروغ میگن. همین خدا نمیترسیده باشن. در همین کرونا ویروس نه ما خودم اویلاوی همینجا زندگی میکنم. خیلی تویسون مشکلی شد، باید رویشو میکردم. اویلم و گولکم روی کردم. پیش تا 4 ساله را گولک طفل میده تا 4 ساله را به پول میرفت، تا 5 ساله را درجه. بله. در نمی کرونا ویروس، در کرونا ویروس ما این مسکو 300 کیلومتر دوریم. تاکسی گرفتگیم 6000 به پاسپورت رفتگیم نونویس کردیم در پاسپورت. گفتن که یه موبت زنگ تو میزنیم. یه موبت زنگ نزن 2 ماه گذشت با 6000 دادم. تاکسی خطی رفتم پاسپورت و دفعه رفتم با نونویس کردم. بعدی دیمبورا اونجا یه موبت زنگ زدن گفتن که بلیت 37000 چند به ایرپورت گیرید. قیمتترین چیپتا در ایرپورت رفتیم. گولک بچم 2.5 ساله بود. ما فکر کردیم که کنیم پیشینه بیپلای. وقتی به ایرپورت میریم میگن که ای تیفلم 50% میگیریم. میگن این اگه انصاف نگه خودش بلیت 40000 با اوجا دختر میگذاری 3-4 هزاریگه اشقا به 70-80 هزار رفت کردگیم. 80 هزار رویش کردگیم. 80 هزار آوردگی شدیم 160 هزار. برای یه مهاجر 30 هزار میگیره. یه مهاجر که 30 هزار معاش میگیره این که 160 هزار در مابین 3 ماه رفت کردگیم. یعنی انصاف است. بله از حدود همین دردی ما را میفهمیده باشه همین حکومت. اگر میفهمید علاجش را میدید، چاره میاندیشید. قیمتترین میگن راهگیرا در تاجیکستان است. همین طرفدار حکومت میگن که همین قرقیزستان 3-4 پرزیدنت علش که چی بهبودی شد. آخه بهبودیش اینه دیگه که مهاجر 3-4 هزار دولتش میروه. چون که ما نمیتونیم رفته. ما خطیب 10 هزار رفتن نمیتونیم. خب 3-4 پرزیدنت کرونا ویروس آزادی گفتار آنجا 100% هست. آزادی سخن هست. به نهایت میگویند بله دستگیری در نه نکم یا چی عادیش یا همین چی عادیش میگم که این مهاجر که من نمیشه ازو میکشن این نمیاز ارزان باشه. رنگ ازبکو خطیب 8000 10000 باشه. همین ما در همین زیاد نمیستیم. یا 3 ماه میستیم میریم وطن باید پدر مادر میبینیم. یک وطن هم میبینی. این آدمایش هسته که خاک ما اویلویم. آدمایش هسته که پتین میتونه نمیشه 3 سال شده نمیجه نمیتونه رفته.
بله. اگر رود مبلغ این کار خیلی بد کردنش نمیشه و میرود. خیلی به انصافی با بله، چنانه که قبل از شما اینا خواهران که زنگ زدن دیدن روی خنک والدان اقلا نصیب نمی شود، مردش را هم نمی بینند، توی سوری خوش سرحد پیوندان را نمی بینند. افسوس که یا همه چی جا کاری نمی میکنن همه طرف چی کاری میکنن تا فایده خچو این از سرحد ازبکستان قتی بچه ها می اومدن جان 1000 سومش رو میگرفتن با گرفتن و خوجاینده اوجه را کشیدن ای کار برستش کنن با همون سومون ایر قتی میان با همون 6000 7000 سومونی را میگیرن. این بله خیلی برادر، نمیشه واخی. دشوار است. بله، از موضوع ما خیلی ما دورتر رفتیم، اما باید گویم این سخن را هم. بله خب برادر، این سرحد او را گرفتن کشیدن ما گفتیم مکه او ظالمو را کشیدن شاید یگون و اینستاش میمونن او ظالمو را کشیدن برستش کنن سرحد با همون سومون ایر با پیش همون 6000 7000 سومون هم روی کنن. اما راهبران را که وضع نکردند، باز همان سامان ایر در دست کیست؟ همان مبلغ. میفهمم برادر. یعنی چه خیلی که میگن دخم و میاد چیه میگن که همین اوای بولو لوی همین بولو را همان ما است. توی عوض نکنیم اگر این پایانش عوض نمیشه. درست است. تا سر تازه نشود وجود، تا مغز را تازه نکنیم وجود آلوده میماند. برادر پیوسته زنگ زده ایستادند، شاید زنگ دیگر را هم قبول کنیم. مایل رحمت کلام خب بسیار تشکر برای سخنهای پر محتوایتان. از واتساپ زنگ میزنند، مرحمت بفرمایند. آقا السلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنم شما را. با عرض سلام به همه شما عزیزان من، تهیه‌گران برنامه و کل هموطنان عزیز که چی در خارج و چی در داخل کشور زندگی میکنند. برنامه شما را گوش کردم، میخواستم در برنامه شما اندیشه خودم بیان کنم. البته بفرمایید. راستی ما وطن بزار نیستیم هرگز و هرگز. من وطن خودم به نهایت دوست می‌دارم، اگر که با این همه عذاب و این همه مشقتی که در وطن ما از جهت بیکاری، از جهت بیقانونی میکشیم، به هر صورت وطن از ما دوست می‌داریم. من خودم همچون مهاجر چندین سالها رفته در روسیه کار کردم می‌بینم، عین حال من در وطن قرار دارم، خدا به شکر. لیکن خواستم ایداف که دیگر نرم به مهاجرت پیش فرزندانم گفته نکی من از 3-4 ماهی که در تاجیکستانم ای پای کار کاوی است. راستی گپ نمیابم همون کاری که زندگی ما پیش برم. کاری هست که ساعتی کاریش زیاد است ولی معاشش خیلی کمه و اونی که بلیط ها خیلی ارزششون بلنده. مثلا ای روسیه به تاجیکستان اومدم من در ماهای اپریل، من مجبور شدم که через قرقیزستان بیام، مثلا کم برای ما کمتر ارزان تر بغلتر. ایس نمان اوزی بار مجبور شدم باید رخی شوم، باید روم. از او بدتر با ایس بلیط بسیار گران است. به نهایت زندگی قینه در دوشنبه در تاجیکستان عموما. چی میکنیم زندگی ما را مجبور میکنه، کسی نیست که بداد ما برسد. درست این را بینید که خواهر جان، ببینید که هم قرقیز ها از ما فایده میخورند چون که توسط طیاره آنها پرواز میکنند، هم ازبک ها از ما فایده میگیرند چون که مسافران ما توسط ازبکستان پرواز میکنند چون که چیپته قیمت است. اما مسئولینه که در جاده همان پروازها در طیاره ها کار میکنند افسوس که این را درک نمیکنند که قیمت میکنند و خریدار را از دست میدهند. بله درست. وقتی که ما روسیه با تاجیکستان یعنی شدم با ما شرایطی او را داشتم که من بلیتی همین تاجیکستان را بخرم، نه که من گفتی گپا که پرینسیپیال اگر خیلی بخشش که روسیه میشه پرینسیپیال نخریدم من این سامان ایر. گفتم من چیز یک دولت دیگه میرم، نه که یکی در فرزند خودمون گفته چیز قرقیزستان آمدن تا به دوشنبه رسیدنم آسان است، 7 ساعت در ماشین مایده میبیاری، اینقدر راه دراز، اینقدر مشقت، خیلی عذاب است. عذاب است. نه که افسوس که ما را هیچ کس شنیدن نمیخواه، هیچ کس ای پای شنیدن این خبر هم نیست. همین قشش خوبه که مثال ما میتونیم درد دل ما حقا توسط برنامه های شما با گوش این حکومتداران بگیم، با گوش این مسئولان برسونیم. افسوس که این همه بیهوده است، ما را هیچ که نمیخواه شنیدن. خیلی رو به رحم خدای مکن. نمیدونم در یگانه آینده چی آدرس میشه. خداوند است.
خواهر بله جان بله پرینسیپیال نگفتید. این عقلانه است، عقلانه کار کردید که ارزان تر رفتید و برای فرزندان باقی پول را ماندید. اکنون این را بله بینید که در روسیه اینقدر ساختمانچی تاجیک کار میکنند، ساختمان های بلند آشیانه میسازند، قوه کاری صرف میکنند، عمر عزیز صرف میکنند، به خطر روبرو میشوند، در خنکی ها کار میکنند. اگر همانها قوه کاری را در وطن صرف کرده در تاجیکستان انشاءات ها را بنیاد کنند، در تاجیکستان آیا کم هستند بیخانه ها؟ نه، بیخانه ها هستند. خانه خریدن میخواستگی ها هم خیلی بسیار خانه نیست. اگر در تاجیکستان همین زحمتشان را صرف کنند بود، وطن خودمان آباد میشد. اما آنجا رفته کار میکنند. چرا؟ آنجا مبلغ میدهد. چرا در وطن خودمان نیست؟ بسیاری ها میگویند که اگر نصف معاش روسیه را در تاجیکستان دهند من کار میکنم. نصف معاش روسیه را. بله بله. افسوس که نیست کار. کسی راه اندازی نمیکنه همین سمت را. کسی در پای این هم نیست که معاش مثال میامه حداقل تامین کنه برای کارمندان خدمات در یگان جو به قدر در خارج دهی جو فقط هم یک روز مونه مجبوریم که سرمونه خم کنیم، روز مونه پیش بریم، همین قش مجبوریم دیگه هیچ. بله کار باید کنیم به خاطر فرزندان. به خاطر فرزندان زندگی چون بر سر افتاده است به دل چاره چیست؟ شاد باید زیستند، ناشاد باید زیستند. زندگی است، قانون بسیار دارد زندگی، راهی ناهموار دارد زندگی، نانوشته قانونش را خواندم، نیش‌های خار دارد زندگی. یک شعرک خلقی بود. خواهر جان برای زنگتان بسیار تشکر. هر آنچه گفتید درست است، 100% درست است. رحمت کلام برای امکانیت. خدا نگهبانتان باشه. خدا نگهبانی شما با هم باشد. خب برنامه تان ماشاءالله نیستند. طاهر خالقوف درست نوشتند اگر خداوند خواهد گفته. این یک جمله کامل است ماشاءالله با زبان عربی. خب رستم جان نوشتند که سلام، راست خواهر گرامی قدر من زن هستم ولی با نام مردانه برآمدند. خب از واتساپ زنگ میزنند، پیام را باز میخونم. بله گوش میکنم. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادن. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام دادرم. گوش میکنم. الو. بله گوش میکنم. الو. شما گوش کرده ایستادم. بله شما از پیتر گپ داشتم من شنیدید؟ بله البته. من از شهر ایستراوشن تاجیکستان هستم. من شنیدید؟ بله همشهری هستیم. بسیار خوب. هموطنیم. بسیار خوب. همون شما یک از این پیشتر کمتر گفتید که من در شهر کراسنهر بودم. 22 سال در کراسنهر زندگی کردم من. خب الو. بله میشنویم. حقانه گفتون بسیار تاثیر بخش بود و دیدید شما 35 سال حیات عمر من مهاجری به گذشته است. درباره زن، درباره مادرای عزیز این برنامه کردید. من شوکت گفتگی انسان همون و کی باشد شما به همون انسان که بسیار گوش کردم و محیدین کبیره گوش کردم. بله همکارمان هستند. همین گفتنی هستم که الو. بله برادر گوش میکنم. الو. من از شما گفتنی خواهش هستم که شما با رحمت تمام دوستانتون با پدرتون با مادرتون با و شما هم در شهر مسافری همین خیلی برنامه موندید افیر با بسیار خرسند هستیم. یک التماس دارم. شما مادر هستید. همون تمام مادران تاجیکستان و تمام زنهایی که در تاجیکستان هستند خیلی گفتید هم. الو. بله گوش میکنم شما را. چه خیلی که شما گفتید همون زنها صبر کرده
فرزندایمان کلام کلاسیان خدا به شکر میکنم. من 5 سال و 6 سال نمیرفتم خانه. اویلام به شکر 2 توی گذراندم. به نزدیکی 18 18 به یک تا تویم و 19 20 به یک تا تویم. 2 دختر برآوردم. خوشبخت شوند. بهترین. چرا خاموش شد؟ تمام مادران دنیا. خب ما هم در تاجیکستان ضعیفتر است. دنیا سلامت باشید. خب تشکر برای همین برنامه‌تون دوام دهیم. همین برنامه‌تون بسیارتر مونید. در یک چیز التماس دارم. خب الو. خب بله. درباره سطر زن و انجام پوشی زنها بسیار سخن گویید. التماس شما با خب بسیار لباسی که ملی داریم همون درباره از گپ زنید. و من 30 سال نبودم تا دوشنبه به 6 سال من رفتم. بسیار دوشنبه آباد شدگی 24 تا گالری گذاشتم. 2 تونل 5 کیلومتر گذاشتم من. خب بسیار آبادیش هم هست. خدا با شکر میکنم که همین آباد شده است. لیکن اکنون اگر حقیقت بگوییم اطراف امام علی رحمان با بسیار انسانای چگیم بعد بس همین سوادشان نیست، به سواد هستن اونها احاطه کردگی. حالا همین تمام خلق تاجیک مسافر است، تمام دانشمندا ببینید چه شعر گفتن، ببینید چه خودتون شعر گفتید، ببینید چه معلومات دارتون شما به رحمت خیلی صبر میکنیم. تمام خلق تاجیک و زنها و مردهایی که در این شهر مسافری هستند همشون به رحمت. خدا نگهدارشون باشد. برای نماز گردن فقط دعا کنن و دعای ما صبر کنن، چون که یک تکلیف ما از سال 93 وقتی که مکتب رفتگی بود، سیمتری خواندگی بود تا 2003 معارف 100 یا 10 سال خفا رفت. 100 سال تاجیکستان خفا رفت. اینا ندانستمانید که ما جنگ نمیکنیم دیگه. فقط که خیلی که گرباچوف با دهن با دولت سوویتی برهم داد، ما این امام علی با دهن با سخنهای شیرین برباد میتیم، تاج میگیریم. سلامت باشید. یک بار دیگه بسیار تشکر. همین گفتند، اما عباره هست که گفته های شما را کاملتر کرده میگوید. با دهان گفتند به یراق، به خونریزی، به خرخشه و جنجال و کشتار و سر از تن جدا کردن ها می شود خیلی آبادی ها بر دست آورد. نبرد رسانه‌ای میگویند این را از ما خواهش کردن در وصف سطر شعر که گوییم. یک عادی و ساده و کوتاه شعر هست: ای خواهر اسلامی، دل در بر اسلامی، خوش صورت و خوشنامی. ای خواهر اسلامی، سطری که بسر داره، دنیای دیگر داره، از علم خبر داره. ای خواهر اسلامی، پاکیزه قبای تو، با شرم و ایبای تو، ما جمله رضای تو. ای خواهر اسلامی، سبحان ز تو مسرور است، سر تا قدمت نور است، چشمان حسد کور است. ای خواهر اسلامی. همین لباس عادی که ملی تاجیکانه 100% سطر است. شرط نیست بر یگان کشور دیگر تقلید کرده باشیم، مانند یگان کشور دیگر لباس پوشیده باشیم. همین بیبی های ما، بیبی کلان های ما کاملا سطر داشتند. سطر یعنی روی پوش. مقابل کتاب هم سطر کتاب است. مقابل هر جلد است. جلد یعنی سطر جلد است که از بیرون هم از نورهای آفتاب، نورهای ضررناکش نگاه می دارد. در خنکی از سرما، در گرمی از تصفیه گرما نگاه می دارد.
و یگان ضرر نمی کند بر مغز انسان. پرزیدنت کشور ترقی کرده ترین سینگاپور زن است، حلیمه یعقوب است که سطر دارد. سر آشپزی ملکه بریتانیا یک زن مسلمان است، حجاب دارد. سر آشپزش که پزنده بهترین دانسته شده بود در یک آزمون. خب من نوشته یک خواهرک عزیز را میخواندم. سلام، راست خواهر گرامی قدر من زن هستم، 12 سال در بدن خاک بر سر در باس بساطمان یک فرزند خریده و تلبیده دارم. از خانه به خانه در بدر است و من حصاری نوشتن. خب از حصار باستان هستند. بدر دست درست. در دنیا یگان کس خانه خودش را ندارد. ما همه اجاره نشین هستیم. خواه در خانه خودتان که اونجا حجتاً خانه شماست، خواه در خانه کسی دیگر زندگی میکنید که در حجت نامی اوست، اما یگان کس پایدار در دنیا که نمیماند اجاره نشین هستیم، پادشاهان هم حتی. خب به هر حال یک منزل شخصی خودتان باشد که به ملال پای دراز کنی میگویند خوب است، نفسی آزاد میکشی. سلام اپا، پول، مال، خانه، آزادی همه شرایط داریم در روسیه، لیکن ما به وطن زار هستیم گفته لذیذ صلاح نویستند. صلاح یک نام زیبایی داشتند. همه چیز داریم و بر وطن زاریم نوشتند. اینش هم هست. چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست، میگوید اقبال لاهوری. همه چیز هست و در دل سرور وطن داری نداشته. اینش هم می شود. درست است. این حالت هم بسیار به حال وطن در کوچه های تنگ و چنگ و خاک و غبار وطن بودنمان را هم گاهی یاد می کنیم. خب صد افسوس من هم در مهاجرت، مادر عزیز، من هم روی گرم مادر و اپا را ندیدم. از دوره های دور ناله می کنم. منم یک بچه دارم با زبان روسی حرف می زند، اما در مکتب شرایط ندارم نوشتن. خواهری که قبلا نوشته بودن با نام رستم زیویف. افسوس که خیلی از مهاجران همین خیل در روز توی و سور و عزای دوستان رفتن نمیتوانند. خب فراموش نکنید لایک گذارید دوستان عزیز تا که برنامه را بیشتر نفران تماشا کرده باشند. نگین خان نویستن انور خانوه، در خانه 10 سال یک پدر را کشال میکنیم، یک پرده را کشال میکنیم. چرا در مکتب هر سال برای پرده پول جمع میکنند؟ درست است. یک پرده را در خانه چندین سال میآویزید. در مکتب هر روز گرفته نمیشویند که اون پرده فرتود شود، دری درود. در مکتب اصلا برای همین خریدن ستیل و جاروب و پرده و دیگرها در مکتب پول جدا می شود. حاجت نیست که از والدین جمع کرده باشند، پول از خود مکتب جدا می شود. بعدن طالب علم فراش نیست در مکتب و طالب علم است، علم باید آموزد. فراش خودش تازه کرده می رود، فراش معاش می گیرد برای هر یک وجب صنفانه که تازه می کند. عجب در تاجیکستان قانون های عجیبی هستند. خب تاکشتو نوشتن تاجیکستان وطن مردم یک منطقه تاجیکستان می باشد، چون که در تاجیکستان محلگرایی هست. درست. همین محلگرایی اون که در ریشه ما، در جسم ما ریشه دوانده. حتی در فیسبوک سوال اولینه که می نویسند تو از کجایی؟ از کجا بودنمان خوجندی و بلخی و بخارایی و کجایی که باشیم، انسان بودن کفایه. واقعا میدونید یک خواهر درباره هوس روزها بر تاجیکان گفتند در همین دولتی که ما زندگی میکنیم برای ما یک انشاءات بزرگ بسیار آشنای جدا شده که برای همه حجره داده شده است از جانب دولت. ما را پرستاری میکنند، یعنی جهت مادی و معنوی تامین میکنند و همینجا نفری که با شعبه کادرها شغل می‌ورزد این یک کارگاه هم حساب می‌شود که راهبر دارد. شعبه کادرها که از ملت‌ها آسیای میانه آنقدر خبر نداشته است،
یک روز کشاد و روشن به من گفت که آزاد اندیشه آزاد فکرانه به من گفت که اگر همین بنا همین کارگاه در اختیار من می بود، من فقط تاجیکان را به اینجا می گرفتم، قبول می کردم، چون که در این 4-5 سال یگان بار از جانب تاجیکان نه شکایت می شنویم، نه از بالای کسی نوشتن می شنویم، نه بین هم جنجال و خرخشه برپا می کنند و بر اداره های داخلدار بالایی می نویسند. تاجیکان عجب خلق اهل و اتفاق هستید، عجب سازنده و پزنده و دانشمند و خوش سخن هستید. راستی هوس میکنم. گاه درباره دینمان میپرسند، درباره آیینمان، دینمان چی گفته در این بابت و با دین خود اون را فرقش تفاوت بین دو دین را میسنجند، میگویند. اما خیلی خوش بود همان گفته او که گفت من یگان خلق دیگر را قبول نمیکردم بجز تاجیکان. اگر بر وطن برگشتنی شویم و وضعیت خیلی خوب شود و وضع سیاسی تغییر یابد، من البته همین انسان نجیب را میخواستم بر وطن عزیزمان تکلیف کنم که کل تاجیکان را بینند چقدر ما مهمان نواز هستیم، انسان دوست هستیم. یک روز همین خدمت‌ها هم می آیند. تاریخ یک چیزی زنده بر این دور میزند. یک زمان جنگ بزرگ وطنی بود، آلمان هجوم کرده بود و همین کشورهای نزدیک بالتیکی مردم اذیت کشیده در آسیای میانه همگی کودکانشان را فرستادن یا خودشان پیران و برجامانده هایشان زنهایشان را آنجا ما بانی کردیم، مهمانداری کردیم و باز بر وطنشان برگشتند. اکنون برعکس حالت عجیب تاریخ گویا دور میزناند، نیکی ها را بر نیکی برمیگرداند. خب و ادامه پیامک ها. تاجیکستان وطن مردم منطقه تاجیکستان این را خواندیم. در زبان تاجیکی یلی سرابنو گفتنی گپ نیست نوشتن. خب اما وقتا که فهموتر می شود، مثلا پنبه سنبه ترجمه کردن میدانید چرا؟ پاش شدین اساس رو. اکنون اگر پنبه سنبه گویم بام ببرین نمیفهمد کسی. یا همین اپرا بالت رو حلاس اولاس ترجمه کردن. اگر من گویم که تئاتر حلاس و اولاس به نام فلانی گویم، کی میفهمد؟ کی خنده آور است؟ شما تاجیک می گفتن میپرسن. تئاتر اپرا بالت گویم بعضی کلمه ها از دیگر زبان ها فهماتر است. تاجیکی بهتر است. خوب است که با تاجیکی عادت کنیم، اما از دیگر زبان کمی فهماتر است، خصوصا همان کلمه های علمی. خب یلی سراونا بزرگ به هر حال یعنی بله درست است، همین خیلی می شود. خب شوینه студия هم می شود. خب Лично как по мне من در روسیه کلون شدم، مکتب ختم کردم، انیورسیت همش 100% بود. من که 8 سال پیش به تاجیکستان آمدم همش 0 شد، نه شرایط و نه کار هست. انا همین خیر و باز برمیگردن به روسیه. آنجا که در وطنتان اینقدر دستگیری کمکی مادی و معیشی نمیبینید، باز به روسیه برمیگردن. خب دادر جان، در همین برنامه در آمده نمیتونم. ناله های زاری بچه من میفهمیدید. من خانه ما در پیش چشمم چپه کردن. من کجا وطن بگویم نوشتند. میفهمم. در تاجیکستان با فرمان پسر رئیس جمهور که آینده شاید رئیس جمهور هم کنند، خیلی خانه ها را چپه کردن، خیلی از بناهای تاریخی را هم چپه کردن تا به جایش دیگرش را سازند، اما برای مردمش جای دیگر جدا کردن ندادند. افسوس که خب پزمان وطن هستیم لیک نمی بیایند. چرا؟ چون که اینها بغیر از خاک وطن دیگر نام ندارند، شرایط زیست ندارند، شما را خارج تامین میکنند، نه اینکه خاک وطن. بله گپ در سر عباره خاک تامین نمیکند، گفتند خاک. خب و خیلی دیگر پیام ها اینجا به حد بسیار هستند. عبدالله نوشتند السلام علیکم و رحمت الله. خواهر عزیز، من یک خواهر، من در روسیه، مادرم را 3 سال ندیدم، میخواستم یک شعر برای مادر میخواندید.
قبلا تشکر گفتن جزاکم الله خیرا، یعنی با عربی بینید با زبان عربی و روسی و آمیخته شعر گفتن ها پیدا شده، نه حرف زدن ها. زبان بسیار دانستن بد نیست البته. خب درباره مادر شعر که از ما خواهش کردن، درباره مادر شعر بسیار است، خیلی بسیار. و کدام را خب زنگ قبول میکنیم، بعدا شعر درباره مادر میخونم. بله واتساپ گوش میکنم شما را. الو سلام علیکم، صدایم است؟ بله هست صدایتان. و علیکم سلام، خوش آمدید به برنامه. رحمت سلامت باشی اپای عزیز. خب موضوع خیلی موضوع مهاجرت همه خیلی. خب بله. خب مهاجران واقعا یک حال تباه دارن، یک حال وزمین دارن، یک حال دارن که باور کنید میبینید هر سال نرخ نوای پاتین بالا میروه، نرخ نوای رجیستراسیا بالا میروه. هر سال در یک قانون یک زکان نو میبروید، در بالای همین داکیومنت ها با داکیومنت ها ایلوه میشه و هر یک کاغذی نو، یک گازیتی نو بالای داکیومنتاسیا اضافه میشه و کار میکنی پول دمیتیم. اکای شوکت برادر دینا در برنامهش بسیار صحبت های خوب کرد، گفت که نمیدونه وای مهاجر بیچاره پول پاتین سپاره، پول خانهش سپاره یا پول پیتانی سپاره یا که خانه پول روان کنه، همه خیلی ارالش بود پولش میگیره دیگه مجبور میشه در خانه سپاره وای داکیومنتاش میسوزن دیگه پول نمیواد داکیومنتاش سپاره، همه خیلی بعد قپی ملیسا میگفتم ملیسا میبرن گیزاله و دیوانش میکنن. جوانای بیچاره را میبینی یک سن سالی یاش، سن سالی جوان مکتب بود که اگه خستگی مهاجرت آمدگی چهرهش لیتسوش میبینی واقعا در مهاجرت میگذرد. درست. بله صدایم است؟ بله من گوش میکنم شما را. میبینی جوانای بیچاره مکتب بود میکنن رسیه میان یک چهره یاش، چهره جوان دور بر پدر و مادر، دور بر اهل عیال خیش تبار. وقتی که در اون تاجیکستان باشی میگو رسیه میرم باور که گویا که ای خانه با ای خانه گت میدرو هیچ پروای هیچ کس نداره. اگر باید که در جامعه این یک مصیبت باشه، باید یک داغ باشه که وقتی که فرزند در سن سال 18 19 میره و سالهای طولانی دور از همه در مهاجرت جوانیش در مهاجرت میگذره، این واقعا هم یک درد است برای ملت. بله در یک کشور آفتابی که به دوباره میرسد اونجا عادت کرده است که گرم باشد و در روسیه می آید سردی های سیبیر، مثلا خصوصا در سیبیر بیشترن تاجیکان. افسوس که چنین حالت ها هستند. سلامتی را بای میدهد در عین جوانیش، در عین وقتی که باید خواند، تحصیل کند، برای وطن قوه کاری صرف کند، شکوفایی وطن را ببیند. افسوس که همونهایی که حتی دانشگاه میخوانن، همونهایی هم بعد دانشگاه پلیبوم میخزن رسیه میان، پلیبوم اینستیتوت هم میخوانن 4-5 سال میخوانن میخزن رسیه میبیان. بله درست است. و در یک کارگاه هم دیپلمی سرخ داشته و هم از صنف نهم برآمده یک خیلی معاش گرفته در روسیه کار میکنن. بله ببینید در 5 نفری هستن که میبرن میگن که جوانای ما نمیخوانن بیسوادن و یا بیسواد کشیدیم مهاجرت میره. فکر میکنن که مردم روسیه اروسو همه باسواد، همیشه هم پری بیسواد اروسی که نخوانده مکتب نمیدونه دیگه یورا نداره که بیسواد باشه باید مهاجرت بره. باید هم داخل تاجیکستان کارهای بیسوادانه باشه که هم بیسوادا کار کنن سون بیاون. بله این فکر میکنن که در اروپا همه دانای همه باسواد دارن، هم پر از در داخل این ملت دیگر بیسواده که به هم بیسوادیشون در داخل وطن خودشون جای کاری میوان کار میکنن. اون دیوانهای ما میگن که او بیسوادن نخوندن مکتب کنیش مهاجرت میره. مخی همون خواندگی هم امروز مهاجرت اومدیستن، نخوانده هم مهاجرت اومدیستن. در زبانشان حالا که همین حرف یخ بسته است یا شخ شده مانده است که میگویند بیسواد که هستند مهاجر هستند. در مهاجرت در مهاجری اونقدر مغزهای پر از درک سیاسی و تاریخ و فلسفه و ادبیات و همه چیز هست. فقط در وطن آرامی که ندارند مجبور هستند مهاجر شده. جوانی بیچاره میوه پجانی میشه 4-5 سال کار میکنه میره زن میگیره یک مادم خطی اویله زندگی میکنه با اویلش هم میپرتویه از سبب تنگی روزگار با
روسیه میاد در روسیه نوعروسه که بیچاره در تاجیکستان در خانهش ایدایجا به نام زن داره دی گالوچکا بعد میبینی که فلان روز میگن که زنی فلانی را قپیدن و کنیش نمیقپن زنی فلانی را وای عروس بیچاره نفس تو را وای شوهر میفوره هر روز بعد در اینترنت اوضاش میبره که کلین فلانی را قپیدن زنی فلانی را قپیدن وای نوعروسا کمی پرتویا میاد وای دختر بیچاره نفس تو را وای چقدر زنی با ایمان و با عفت باشه که خطاب قپی بیستی نباشه در این دنیای فساد پر جوانای دیگر که در دام خچو میاندازند دخترها را میبرند چون چیکارو میکنن. صبورترین زن از زن تاجیک اگر ملت های دیگر می بودند شاید این گونه صبر و تحمل نمی داشتند. خیلی هستند زنهای تاجیک که در دوام مثلا 10-15 سال حیاتی همزیستی با شوهر اقلا سال زیسته نباشند یا 2-3 سال زیسته نباشند اما تحمل پذیرند. اگر کلندار و نبرهدار شدند عمر جوانیشان در جدایی گذشته رفت. این گونه ها هم کم نیستند. بله پجون بعضی خیال میکنن که می زندگی طاقه خوردن خواب کردن آشامیدن میان سالای دراز دوره جوانیشون در مهاجرت میگذرن میگه که میکنیم پول روان میکنیم در تاجیکستان اویلام آباد زندگی آباد این ما اومده کار کردیم رفته خبر میگیریم بگشته میبینیم با همین مهاجرت نمیشه که در همون داخلی تاجیکستان در همین ما و شما چند قدر عمر داریم که نسبی زیاد عمر ما در مهاجرت میگذره. بله درست. خب چی زنهای او را شوهر نمیفرمایند که شوهرای او را زن نمیفرمایند من نمیدونم. میفهمم برادر شما را. خب صحبت خیلی خوبه. بعد اینجور پدر و مادر هم گناهگارند بچه جان خب که سر خمته شمشیر نمیبره سنگ وزمین آو نمیبره این همی گپای کمپیری گپای پوچ گپای فچی که قدیم میگفتن تا حاجی را میگن همین وزمینشه سر تخم بگی گپ نزد نمیچی که چومو باشیده باید. و همین طور خب سلامت باشه پجان وقت نمیگیرم مردم رو همین زنده طور باشه که آرام باشن. خب برادر سخنهای جان من وقت نمیگیرم پس سلامت باشین با دیگه زنگو قبول بسیار کنید. تشکر. همه سلامت سخنهایتان جان داشتن سخنتان و بیهوده نبودن. درست من میفهمم که چی میگوید. اینجا هم جهت حقوقی هم جهت جسمانی حقوق زن را حمایت کردن هستید. میفهمم شما را. درباره مادر نفر خواهش کردن شعرک خوانده باشم. مادر سر قبرت آمدم باز با مهر و محبت آمدم باز تا مژده ز فصل گل رسانم گل چینم و روی قبر مانم. شاعر آذرخش میگوید وقتی مرگ مادر میکند فرزند را مادر شناس. بعد مرگ مادر فرزند بیشتر مادر شناس میشود چون که گوهر را وقتی که از دست داده به قدرش بیشتر میرسیدگی میشود. بسیار تأسف آور است که در غریبه از مادر میمانند بر وطن برمیگردند با امید آنکه مادر را ببینند. خیلی ها هستند که تحفه گرفته برای مادر چون برمیگردند بر وطن صاحب تحفه را پیدا نمیکنند. من آرزو میکنم که نفرانی که برای مادرم گفته هر آنچه در روسیه خریده هر روز دیده به مادرم میدهم چگونه پذیرایی میکند میگویند برده به صاحبش همین تحفه را داده باشند. پدر خوب است و مادر نازنین است گفتن. زنگ میزنید هر روز گوشه تلفن را برداشته از اون طرف صدای مادر آید تمام درد وجودتان را همین صدا گرفته میبراید. خستگی های وجودتان را همین صدا را یک روز نفری از آن طرف نفر دیگر نبردارد یا مادر همیشه الا بچم ساز خوبی گفته از آن طرف همیشه زنده باشد که بر علای شما جواب گفته تواند. نعمت شاید پرقیمت‌تر از دیدار پدر و مادر نیست. مال و دولت بیابه هم پدر مادر نمیابه. به دنیا بهتر از آنها دور و گوهر نمیابه. نعمت سر خانواده هر یک شما
باشند پایدار باشند، پیر باشند هم تماما لاغر باشند هم قشاق و کمبغل باشند هم در خانه های فقیرانه زندگی کنند هم گوششان نشنود هم چشمشان نبیند هم دل گرمشان تپیده ایستد و از زنده بودنشان درک دهد. همین دریچه کهنه کمبغلانهشان را باز کنید که همون کنجک صندلی به نشسته باشند. همین یک دولتی بی‌بهاست. انا همین یک دولتی بی‌بهاست. فرصتی برای برنامه جدا شده پایان پذیرفته بود. ما 29 دقیقه دیگر همراه شما حرف زدیم. باز یک روز غم و شادی گذشت. در تلاش و قسمت و ناموس و نام باز یک خورشید ما را ترک گفت. روز نو باز یک خورشید ما را ترک گفت. خب صحیفه را از کتاب زندگی یک روز باز گرفته برد. خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حساب زندگی. باز یک روزی گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی. شعر در ذهن من خیلی در غایت احساسی که درباره مادر میگفتم پریشان شده رفت. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر همدیاران، شب بخیر. شب بخیر باشد برای کل نفرانی که با برنامه ما این همه وقت پرقیمتشان را 1.5 ساعت صرف کرده تماشا کردند. وقت عمر است، عمرتان را با ما گذراندید. تا برنامه‌های دیگر شما را بر پناه خدا می‌سپارم. واقعا شعر اگر درباره غریبی نوشته، درباره موضوع برنامه نوشته، به برنامه ما ارسال کنید. البته تهیه کرده میخونیم. اگر قصه از حیات خودتان دارید آن را هم تهیه کرده میخونیم در برنامه. باز رنگ و آرای تازه بخشیده میخونیم. برای برادران که آخرین به ما زنگ زدن خیلی سخنهای پرمحتوا در باب حقوق زن گفتن. به شما تشکر یک بار دیگر و خدا نگهبانتان باشد. خیر.